ولی سلام علیکم، یک سلام مجدد به تمام دوستان تقدیم میکنم. من صدت عزیز هستم که هنرمندایی که در افغانستان تولد شدن، جوانایی که در افغانستان تولد شدن و با تأسف که در جریان‌های سیاسی که در افغانستان اتفاق افتاد نتونستن که آنها کارهای خود ببرن و دوباره سفر کنن و افغانستان برن و از دور ماندن از مردم و از کشور و و مرور زمان کارهای از اونها در کشورهای اروپایی پذیرفته شده، کارهایشان به نمایش گذاشته شده و بسیار به سطح بلند که در تاریخ افغانستان بی‌نظیر است. شاید در تاریخ افغانستان تا امروز افغان نمی‌خوام تا امروز در مرد جای ندیدیم که گالریا و در موزیم‌های بزرگ که به سطح جهانی هیچ کس تا بال نتونسته آثار خود نمایش بده که ما دانستیم این کارا را بکنیم و کارهای خود به نمایش گذاشتیم. نه تنها ما بلکه دوستهای ما بودن که مشترکاً این کار کردیم، حتی با هم دیگر هماهنگی کردیم، با دیگر تماس گرفتیم در داخل اروپا. چی در خود افغانستان هم ما کارهای مشترک کردیم، یک جای کار کردیم، باز زود سفر کردیم به کلیم‌های بزرگ که در سطح جهان مشهور هستند تحصیل کردن اونا، مثلا به شهر مینسک، مسکو، سن پترزبورگ و کشورهای اروپایی و با تأسف که تاریخ هنر افغانستان کس از اونها یاد نگرفت و من کوشش کنم که به مرور زمان از این راه از این طریق باز از اونها را به معرفی بگیرم و شما شریک کنم. امید که شما هم این پروگرام پیش برین و همکاری کنیم و هدف من صرف معرفی کردن از اوناست که اون چیز دیگه نیست. اگر میتونستین از این معلومات تاریخ هنر از اونها استفاده کنیم